ولسوالی نجراب. سرزمین نجراب منطقه است کوهستانی و متشکل است از دره‌های سرسبز و زیبایی که در دامنه جنوب شرقی هندوکش و در فاصله تقریبا 110 کیلومتری شمال شرق کابل موقعیت دارد. نجراب در حدود 1675 متر از سطح بحر بلند است. سرزمین نجراب از طرف شمال و غرب به ولایت پنجشیر و از سمت شرق به ولایت نورستان، لغمان و علسای و از طرف جنوب به قسمتی استگاب، دریای پنجشیر، منطقه شوخی، کوه عاشقان و مناطق گیاوه و درنامه متصل و محدود است. در قسمت‌های شمال کوه‌ها همیشه از برف پوشیده بوده، تنها در ماه‌های تابستان در بعضی از قسمت‌های مشخص قابل عبور و مرور می‌باشد که مردمان نجراب، پنجشیر و نورستان از آن استفاده می‌کنند. جمعیت نجراب متشکل از اقوام مختلف است که در صلح و همزیستی با یکدیگر زندگی می‌کنند. نجراب از نظر تاریخی و فرهنگی اهمیت زیاد دارد. این ولسوالی دارای مردمان مهمان نواز و فرهنگ غنی است که تربیت نسل‌های متعددی از دانشمندان و شخصیت‌های برجسته پرورانیده‌اند.